از قاتل انور سادات پرسیدن چرا رئیس جمهور را کشته ای؟ گفت چون سکولار بود. ازش پرسیدن سکولار یعنی چه؟ گفت نمیدانم. از قاتل نجیب محفوظ پرسیدن چرا نجیب را کشته ای؟ جواب داد چون کتاب می نوشت و کودکان را منحرف می کرد. گفت کدوم کتابش را خوانده ای؟ گفت هیچ کدام. از قاتل فرج فوته متفکر برجسته مصری پرسیدن که چرا فرج را کشته ای؟ جواب داد چون کافر است. قاضی پرسید از کجا مطمئنی که کافر بود؟ گفت از کتابهایش. گفت کدوم کتابش را خوانده ای؟ گفت قاضی من سواد ندارم. خطرناکترین انسان ها کسانی هستند که فهم کم و اعتقاد زیاد دارند.